بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس های خود را دوام میدهیم از رساله شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. درس امروزه شخلی که شیخ الاسلام آغاز میکند: اعلم ارشدک الله لطاعته. ما در آغاز این درس یا که در آغاز این کتاب گفتم که شیخ الاسلام این رسالش اگر تقسیم کنیم تقریبا به 5 موضوع اساسی تقسیم می شود. موضوع یکم 4 مسئله است که ما و شما آموختیم. مراد از آن چی بود؟ علم و عمل و دعوت کردن و صبر کردن است. و موضوع دوم 3 مسئله است. 3 مسئله است و مسئله یکم درباره توحید ربوبیت و اسماء و صفات است و دوم توحید الوهیت هست و سوم البراءة من الشرك و اهله، یعنی بیزار شدن است از شرک و از مشرک ها. بیزار شدن از شرک و از مشرک ها این هم به قلب می شود، هم به زبان می شود و هم به عضوها می شود. نه خب، درس امروزه سبب آموختن توحید. می‌فرماید اعلم ارشدک الله لطاعته. 3 بار است که شیخ الاسلام با طالب علم ها دعای خیر میکند. می‌فرماید که اعلم ارشدک الله لطاعته ان الحنیفیة ملت ابراهیم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدون. بدون الله ترى بطاعت خيش راهنمایی کند که حنیفیت ملت ابراهیم، یعنی حنیفیت اساساً این ملت ابراهیم است. حنیفیت این ملت ابراهیم است. خب، حنیفیت ملت ابراهیم از چی عبارت است؟ یعنی الله یک و یگانه را عبادت میکنی در حالی که دین را به خاطر الله سبحانه و تعالی اخلاص میکنی. اکنون برادران اهل اسلام، این چی معنا دارد که می‌فرماید اعلم ارشدک الله لطاعته؟ بدون الله تو را به طاعت خویش راهنمایی کند. مراد از طاعت به امر و منع کرده های الله حق سبحانه و تعالی راضی شدن است و نشانی آن چی بوده است؟ اجرا کردن امر کرده ها و ترک کردن منع کرده هاست. یعنی امر به دیگر معنا گوییم امر و نهی الله را قبول کردن است. نشانش چی است که شما قبول کردید؟ یعنی امرهای الله را به جا بیارید و از منع کرده هاش کنار و یک طرفه میشوید. انا همون انسان یعنی که طاعتی الله سبحانه و تعالی را به جا آورده است. به همین خاطر شیخ الاسلام دعا میکند که الله سبحانه و تعالی تو را راهنمایی کند به طاعت خویش. نه همه کس میتواند که به طاعت الله سبحانه و تعالی شناس گردد.
و نه هر کس که شناس شده باشد و به طاعت الله سبحانه و تعالی عمل میکردگی باشد. که حنیفیت ملت ابراهیم، حنیفیت اساسا این ملت ابراهیم است میگوید. حنیفیت چی معنا دارد؟ حنیفیت اساسا یک ملت است که میل کننده از شرک و بنا شده بر اخلاص الله عز و جل. حنیفیت اساسا از تمام دینهای باطل رو گردانیدن است و روی آوردن است به دین حق، به دین اسلام، و از تمام بدعت و خرافات رو گردانیدن است به سنت روی آوردن است، به قرآن و سنت روی آوردن است. ملت ابراهیم یعنی اساسا ملت گفته این دین ابراهیم میگویند که در همان پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم است. اینا شیخ الاسلام تفسیر میکند که یعنی دین ابراهیم از چی عبارت بود؟ عبارت از آن بود که الله را یک و یگانه عبادت میکنی در حالی که اخلاص میکنی دین را. در دین باید که تو اخلاص داشته باشی. اخلاص اساسا پاکیزه کردن است و مراد از آن نیت کردن بنده است با عبادتش روی الله عز و جل را. وقتی که بنده عبادت میکنه، خواه نماز و خواه روزه، خواه حج و خواه زکات، چی کاری که میکنه از کارهای دین، باید که روی الله را دیده کار کند و نیت میکند رسیدن را به خانه کرامتش. نیت میکنی که به خانه کرامتش که برسید، یعنی به جنتش چه نصیب دار شوی. با آن طریق که با همراهی و غیرش را عبادت نمی کنی، نه یگان فرشته مقرب را و نه یگان پیغمبری فرستاده را، چلی که در درس گذشته گفتیم. خب و الله به آن یعنی به همون حنیفیت، به همون دین جمیع مردم را امر کرده و به خاطر آن ایشان را آفریده است. الله تعالی می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جنها و انسانها را تنها به خاطر عبادت خویش آفریده ام. این سوره زاریات آیه 56. و معنای عبادت این توحید است میگوید. معنای عبادت چی بوده است؟ این توحید بوده است میگوید شیخ الاسلام. و عدم ما امر الله به التوحید و هو افراد الله بالعباده، و از همه بزرگترین آن چیزی که الله به آن امر کرده است توحید است. و مراد از توحید چیست؟ الله را در عبادت یگانه پنداشتن است. یعنی این انشاءالله در درس آینده میگه، زیرا اینکه اینجا با نوعهای توحید گذشته ما در کار است. یعنی کفایت میکند که علم ارشدک الله لطاعته ان الحنیفیة ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له دین و بذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و معنى يعبدوني يوحدون. تا همین مقدار انشاءالله کفایت میکند. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.